عمر این دفعه دیگه جدی پیداش کردیم نه؟ یعنی نیلوفر تو جزیره برگازه؟ البته اگه پیک اشتباهی نگه حتما اونجاست. پس زود باش دیگه. من به یه تاکسی دریایی زنگ میزنم. فکر کنم 20 دقیقه‌ای برسیم جزیره. مگه دیوونه شدی؟ همینطوری یه دفعه‌ای که نمیشه رفت اونجا. خب بس چیکار کنیم؟ اینجا منتظر بشیم؟ خواهرم اونجاست، فقط 20 دقیقه با ما فاصله داره. اون وقت ما اینجا منتظر چی بمونیم آخه؟ البته که منتظر نمیمونیم، ولی تو نمیای، ما پلیسا میریم. یعنی چی نمیای؟ لطیفه جان این دفعه وضعیت خیلی جدی‌تر از اونیه که فکرشو بکنی. نمیتونم اجازه بدم درگیرش بشی. ببین تو نمیتونی تصمیم بگیری که من بیام یا نیام. فراموش نکن اونی که جونش در خطر خواهر منه. واسه همینه که نمیتونم اجازه بدم بیای. تا حالا تو درگیری‌های مسلحانه بودی؟ اسلحه داری؟ میتونی جون خودتو نجات بدی؟ واسه همینه که میگم نیا و همینجا منتظر بمون باشه؟ خب تو کنارمی، قول میدم هر کاری که تو بگی بکنم. یعنی انتظار داری باور کنم؟ وقتمون داره تلف میشه، بذار من به یه تاکسی زنگ بزنم. خب خانم، گیریم که رفتیم. نقشت چیه؟ میتونیم عکس نیلوفر رو به مردم نشون بدیم. از تک تکشون میپرسیم. شاید کسی دیده باشتش، شاید هم بشناسنش. ای توف به این عقل، چرا به فکر خودم نرسی؟ آخه دختر خوب، مگه متین دیوونه با خواهرت راه افتاده تو رستورانای ساحلی جزیره تا غذا بخورن و با اهالی آشناش کنه؟ بعدم جار زده که خوب ببین. این همون دختریه که من دزدیدمش. هزاران نفر اونجا زندگی میکنن، ما بریم در خونه تک تکشون رو بزنیم؟ خب آقا پلیسه، نقشه خلاقانه شما چیه؟ لطیفه، جون تو و خواهرت دست من امانته. من الان فقط یه چیز میخوام، اونم بردن تو و خواهرت صحیح و سالم به خونه است. لطفاً با هم همکاری کنه، همینجا بمون باشه؟ پلو بیا به اسکله بستان جادالار. نیلوفر دنیزه رو پیدا کردیم. خوبی عزیزم؟ خوبم ممنون. معذرت میخوام. چرا؟ نباید راجع به خواهر و پدرت اینقدر رک میگفتم، ناراحتت کردم. خانواده جاییه که از بچگی بهش پناه بردی، جایی که احساس قدرت میکنی. اما یه روزی میرسه که یهو نیست میشه. اون وقته که میفهمی قلعت شنی بوده. منم امروز قلعه شنی تو رو خراب کردم، پس عذر میخوام. اما اگه تو هم خرابش نمی کردی بالاخره موج خرابش میکرد. ولش کن. سردت شده؟ میترسی؟ وقتی که من وارد این بازی ها شدم فقط 9 سالم بود. واقعا انقدر کوچیک بودی؟ خب بعدش چی شد؟ چه بلایی سرت اومد؟ من بادا کم و هوا کرده بودم و خوشحال برای خودم میدویدم، اما صخره های جلوی پامون ندیدم. پس خوردم زمین، اما اون داغونم نکرد، بلکه قوی تر شدم. صبورانه منتظر فرصت شدم و الان بازی من شروع شده. حالا دیگه نوبت منه که خوشحال باشم. میدونی اولین بار کی فهمیدم؟ کی فهمیدی؟ وقتی که سرنوشت تو رو به من هدیه داد.
به هم گفت محکم بغلش کن و ازش هیچ وقت جدا نشو. من گرفتارت شدم عزیزم. اگه الان رابطمون رو اینجا و اینجوری شروع کنیم دیگه پایان عشقمون میشه. پس بیا چیز به این زیبایی رو اینجا کثیفش نکنیم. بالاخره این اسارت هم تموم میشه. من و تو هم از اینجا میریم و تو آخرین عشق من خواهی بود. تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ یه آدم دیوونه. چرا هنوز نیومدن؟ پس دوستات کی میان؟ دیگه الان میرسن. ببین وقتمون داره میره. اگه توی این مدت نیلوفر رو انتقال بدن به جای دیگه چی؟ اون وقت دیگه نمیتونیم پیداش. آروم باش، بذار ببینیم اصلا اونجا هست یا نه. والا تو که قبلش اینو نمیگفتی. بیا واسه تاکسی بگیرم برو خونه. من هیچ جا نمیرم. لطیفه جان آرامش نداری، پر از استرسی. میدونی این یعنی چی؟ یعنی بهترین زمان برای بدترین اشتباهات. تو که تصمیم داری منو نبری اونجا برای رفتن به جزیره‌ام، معطل منی که برم خونه. باشه قبول، یه بار اشتباه کردم، تاوانشم در حد مرگ دادم. حالا قول میدم که هر چی تو بگی همونه. عمر خوش اومدی داداش، خوش اومدی. ممنون. لطیفه خانم چرا هنوز نرفته؟ هر کی میتونه رازیش کنه بیاد جلو. با زبون خوش میگم نمیشه، با عصبانیت میگم بازم نمیشه. لجبازه، گیر داده دیگه. متوجه شدم. خب آرتا کجاست؟ رابطش با چیدن به هم خورده. اینه که به هم ریخته است. خونه من بود، بعدش رفت خونه خودش. ای بابا. اما بهش زنگ زدم، در دسترس نبود. موبایلش خاموشه، گوشیشو ببینه حتما تماس میگیره. پلی یه دقیقه بیا، میخوام باهات حرف بزنم. لطیفه خانم، عمر توضیح داده ولی خوب نتونسته شما رو قانع کنه که برید خونه. ببینین ما اگه خواهرتون رو پیداش کنیم که میاریمش خونه، یعنی بالاخره این کار ماست. اجازه بدین ما خودمون حلش میکنیم. باشه؟ شما داداشتون رو راضی کنیم، چون هر جا بریم منم میام. ای خدا. مامان اینجایی؟ بیا دخترم بیا. تو این فصل بیشتر عاشق این رود میشم. با خودم فکر میکنم ما چقدر خوششانسیم. بعدش یه دفعه یه سایه تاریک به دلم میفته و تمام وجودمو میگیره. وقتی که میترسم نکنه از این بدتر بشه. حال روزمونو ببین. مامان ولش کن، بی خیال شو دیگه. با ناراحتی که چیزی درست نمیشه. بلیت حاضره، اینترنتی جور شد، جای مخصوص غذای رژیمی هم سفارش دادم. پروازت ظهره، عصرم نیویورکی. خیلی ممنون عزیزم. باشه برو پیش نیلوفر جونت. متشکرم عزیزم. حالا که نمیذاری برم، خب تو بگو چی کار کنیم. هرچی دلم میخواد بگم. میخوام با خواهرم لطیفه حرف بزنم.
شوخی میکنی؟ خواهش میکنم. نمیشه. اما اگه همونطوری که تو میگی باشه، یعنی لطیفه الماسا رو پیدا کرده و جلوی چشمشه، خب با شنیدن صدای من نمیتونه طاقت بیاره، نمیتونه چیزی رو ازمون قایم کنه. باشه، ببین لطیفه میتونه مجرم باشه و هر کار غیر قانونی رو انجام بده، ولی باور کن اون واقعا آدم خوبیه. اگه این کارو نکنم تمام زندگیم با شک و تردیده. اجازه بده. باید مطمئن شم، لطفاً درکم کن. فقط 5 دقیقه حرف بزن. بهت قول میدم. من فرماندار اونجا رو پیدا کردم، کمکمون میکنه. ها ببینید املاکیای زیادی اونجا هستن، هم تو بازار هم تو کوچه‌های کنار رستورانای ساحلی. من میرم آب بخرم. کسی چیزی نمیخواد؟ نه ممنون. خب منم با مختار تماس میگیرم بیاد اسکله دنبالمون. اون جزیره کوچیکه، فوراً دختره رو پیداش میکنیم. بعدم بهش میگیم برامون املاکی‌ها رو بیاره تا بازجویی کنیم. بعد میفرستیم برن. این فکر خوبیه داداش، اینجوری وقتمونم هدر نمیره. یه بطری آب میخواستم. ممنونم، مرسی. شب بخیر. بله. لطیفه آبجی هستی؟ نیلوفر تو خوبی؟ خوبم، نگران نباش. میدونی چقدر دلم برات تنگ شده؟ منم دلم براتون خیلی تنگ شده. لطیفه ببین دیگه باید الماسا رو پیدا کنی. من دیگه نمیتونم بیشتر از این طاقت بیارم. شایدم به الماسا دیگه نیازی نباشه عزیزم. قول میدم خیلی زود این کابوس میشه. چطوری؟ یادته چند سال پیش یک کمپ تابستونی تو انگلیس رفته بودی؟ همون که خیلی اول بود، اونجا ناراحت بودی. ولی من غافلگیرت کردم. آره خب شاید امشبم غافلگیرت کنه. ببین امشبم قرص ما کامله، درست مثل اون شب. این حتما برامون شانس میاره. امشبم مثل اون شبی که تو انگلیس بودی با شلوار جین بخواب، باشه؟ اینو اصلا فراموش نکن. بعد ترس عزیزم. باشه بعدن دوباره زنگ میزنم. خیلی دوست دارم. آبجی جونت چی میگفت؟ هیچی، چیز خاصی نگفت. آخه حس کردم یه جاهایی هیجان زده شدی. چون خیلی وقت بود صحبت نکرده بودیم، اینه که هیجان داشتم. آخه تو این همه از خواهرم بد گفتی، خب منم یکم قاطی کردم. واقعا نمیدونم باید نسبت بهش چه حسی داشته باشم و چی فکر کنم. یعقوب ما اسکله بستانچی هستیم. اینجا آشنایی داری که قایق موتوری داشته باشه؟ نیلوفر زنگ زد. قطع کن، خودم بهت زنگ میزنم. چطور؟ همین الان؟ آره الان زد. چی میگفت اصلا؟ چطور گذاشتن زنگ بزنه؟ نمیدونم، از هیجان زیاد اصلا یادم رفت ازش بپرسم، اما خوبه که زنگ زد. پس سریعا زنگ بزنیم به مرکز تا ردشو بگیرن. حتما هنوز خطش روشنه. میشه یه دقیقه تلفنتو بدی؟ شماره رو میخوام. حالا خیالت راحت شد؟ اما اینطوری به نظر نمیاد.
حالا تا صبح چی کار کنیم؟ میخوای از خودت برام بگی؟ تو که همه چیزو در موردم میدونی، حتی چیزایی که خودمم خبر ندارم. خب از زندگیت قبل از آشنایی با من تعریف کن. قبلا چی کار میکردی؟ هیچی، خیلی معمولی. دختر آخری خونه بودم، طوری زندگی میکردم که انگار راضیم و به حرف بزرگترها احترام میذارم. لذت میبردم، دانشگاه میرفتم، با دوستامم خوش میگذروندم. خلاصه یه بچه مایه‌دار تمام عیار و شیطون بودم. نه حقی نکن، اینطوری هم نیستی. اصلا تو از خودت بگو، من که هیچی ازت نمیدونم. بگو ببینم کی هستی، کجا به دنیا اومدی، اصلا مادر و خواهری داری؟ من استانبول به دنیا اومدم. به غیر از مادرم کسی رو ندارم. اسمش نوینه، بهترین آدم روی زمینه. درسته که حرف نمیزنه ولی با چشماش غم و شادیشو برات تعریف میکنه. یعنی دوست نداره حرف بزنه؟ نه، اون یه حادثه براش اتفاق افتاده. تو مایه‌های تصادف؟ حالا که نمیتونی جلوی زبون تو بگیری، من جلوشو میگیرم. این زبون که هست، این زبون هم آدمو بدبخت میکنه هم خوشبخت. یه حادثه کوچیک بود. عزیزم سعی نکن چیزی رو ازم مخفی کنی، همه چی رو برام تعریف کن. یعنی واقعا میخوای بدونی؟ من میخوام همه چی رو در مورد تو بدونم. همونی که مثلا بابام بود، زبون مادرم رو برید. چی؟ با گفتنش خواستم بهت بگم که چرا انقدر ازش متنفرم. آخه چرا این کارو باهاش کرد؟ اصلا چرا آدم باید همچین کاری بکنه؟ خب واسه این که ساکتش کنه. تو 9 سالگی این کابوسو دیدم. تو چطور تونستی با همچین چیزی کنار بیایی؟ آدمو دیوونه میکنه. البته منم یکم داغون شدم، نمیتونم انکارش کنم. خب بابا چی شد؟ افتاد زندان؟ نه خیر، به زندگیش ادامه داد. باورم نمیشه، اصلا نمیتونم باور کنم. زندگی همینه پرنسس. فقط تو فیلم هاست که آدمای خوب همیشه برنده. من تا امروز اینو برای کسی تعریف نکرده بودم. تو با من چی کار کردی؟ قفل قلب و زبونمو باز کردی دختر. عجب آدم زبون نفهمی هستی یا؟ ببین اینقدر به من نگو برو، چون جایی نمیرم و همینجا با شما میمونم. یعنی میگی نمیرم و میخوام جلو دست و پای تو رو بگیرم، آره؟ اگه اینطور فکر میکنی آره. باشه، تو هم با ما میای، خوبه؟ واقعا؟ واقعا خیلی ممنونم. پس زودتر بریم دیگه، داره دیر میشه ها. البته اگه شما واسه عملیات حاضرین. خب اول باید بریم دستشویی سر و صورتی آب بزنیم، اینجوری که نمیتونیم بریم. داداشم هم داره قایق موتوری جور میکنه، باید حسابی سر حال باشیم. اونجا هم یه کافه بودش. باشه بریم. باشه. بریم دیگه، دیر میشه. بریم. از این طرف. حال شما اون طرف. باشه. کلیدو گرفتی؟ آره.
خب چی کار میتونیم بکنیم؟ خودش مجبورمون کرد دیگه، کار دیگه نمیشه. آره خب چی شده؟ میشه در رو باز کنی؟ من اینجا جا موندم. من گیر افتادم، در رو باز کنی لطفا. عمر در رو باز کن. عمر لطیفه جان آروم باش. لطیفه آروم باش عزیزم. ما میریم خواهرتو نجات میدیم، باشه؟ بهت قول میدم. عمر اینقدر مسخره بازی در نیار. منو از اینجا بیار بیرون. بهت اخطار میکنم. زود منو میاری بیرون. عمر زود منو بیار بیرون. بیا داداش بشین اینجا. عمر اسمت چیه؟ امید جان، پلین همه چیزو بهت گفته نه؟ بله داداش. ببین یه ثانیه هم از اینجا جمع نمیخوری وگرنه تو هم مجرم محسوب میشی، باشه؟ باشه. ببین این لجبازه ممکنه تا صبح همینطوری داد و بیداد کنه. یه وقت پیش خودت نگی انسانیت به خرج بدم در باز کنم اینطوری زندگی خودشم به خطر. گوش نده. اون دیوونه است. به حرفش گوش نکن. درو باز کن. درو باز کن. تا من برگردم خودت مواظب باش نذار در بره. اگه خیلی سعی کرد فرار کنه خودت دستاشو به من. خلاصه یه کاری کن نتونه در بره وگرنه تو رو میندازم. گفتم درو باز کن. میگم این درو باز کن. خیالت راحت کمیسری، این امانت پیش ماست، نمیذارم بره. آفرین داداش، آفرین به تو. عمر بریم. عمر منم با خودت ببر. خب چه کار کردی؟ هیچی دیگه حلش کردیم. خوبه. منم قایقو جور کردم، طرف منتظرمون، عجله کنیم. عمر خب به فرمانداری جزیره خبر دادی؟ آره همکاری میکنن، نمیذارن کسی بویی ببره. فقط یه شانس داریم. اگه دختره رو پیداش کرده که هیچ، اما اگه متین ناکس بویی از عملیاتمون ببره اون وقت اونم کار خودشو میکنه. عمر یعنی عملیات نجات همین امشب پیش ببریم؟ مطمئن؟ شانس دیگه ای نداریم داداش. اون بیشرف مدام لطیفه رو تعقیب میکنه. ما خیلی احتیاط کردیم ولی پای مرگ و زندگی یه آدم وسط نمیتونیم ریسک کنیم. اما کمک که باید بگیریم. من به پلیس جزیره خبر میدم که یه گروه پشتیبانی برام بفرستن. الو یعقوب، اسماعیل و سبا رو بردار زود بیار جزیره. منم میخوای بریم پیکنیک. پسر احمقانه حرف نزن. زود بچه‌ها رو جمع کن بیارشون جزیره. من هی میخوام از دست این آرتا عصبانی نشم، نمیشه. درست وقتی که باید باشه نیست. حالا واقعا مسئله چیدن بود؟ باشه بعداً حرف میزنیم. الان لطیفه داری چی کار میکنه؟ خوش اومدین کمیسر. ممنون. خوش اومدین. سلام. خوش اومدین. سلام. از این طرف لطفاً، میریم دفتر. امیدوارم این متین زرنگ فرمانده رو نخریده باشه. اگه طرف ما رو ببره جای الکی چی؟
فکر نمی کنم. ببین اصلا اونطوری به نظر نمیاد. اگه مشکوک باشه ما میفهمیم. شرمنده که این وقت شب مزاحم شدی. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوش شب بخیر. دوستان مشاور املاکمون آقای آبونی و خانم گلچین. سلام به همگی. کار ما خیلی فوریه. میخوایم در اسرع وقت اطلاعات هر کسی که جابجا شده رو بدونیم. اگه زمستون بود خیلی خوب میشد، اما تابستون لیستا خیلی طولانی میشن. خب پس این کارو میکنیم. اطلاعات هر کی که این اواخر خونه خریده یا اجاره کرده رو در بیاریم. معمولا مشتریای ما ثابتن، فقط چند تا خانواده جدید اومدن به جزیره که لیست اونا رو براتون آماده کردیم. همه اینا تو این لیستن. خب خونه ای هست که تو گوشه کنارا یا وسط جنگل باشه؟ یعنی کسی بوده که یه جای پرت خونه بخواد؟ من که همچه چیزی یادم نمیاد. میدونم که اونجایی. خواهش میکنم درو باز کن. مگه چی میشه؟ لطفا درو باز کن. خرابه خانم. باشه. من اینجا. منو نجات بدید. لطفا منو بیارید بیرون. تو رو خدا منو بیارید بیرون. تو رو خدا منو بیارید بیرون. تو رو خدا. ببین آبجی، تو رو خدا اینقدر اصرار نکن. نمیتونم بیارمت بیرون. خب ببین، میتونیم توافق کنیم. ببینم تو از شغلت راضی؟ من شرکت دارم، میتونم یه کار خوب برات جور کنم. ببین اگه تو کمکم کنی منم کمکت میکنم. صدامو میشنوی؟ آبجی اینقدر سر و صدا نکن. نمیشه. در لعنتیو باز کن. بازش کن. انگار امروز برات زیادی قصه تعریف کردم. نه، من تازه متین واقعی رو شناختم. فاتح. چی؟ ببین حالا که شروع کردیم باید تا آخرش بریم. اسم واقعی من فاتح. اما اگه اسم متین رو دوست داری میتونی متین صدام کنی. بهش عادت کردم. پس زودتر برو از اینجا فرار کن. چی؟ لطیفه رد منو گرفته. تلفنی بهت گفت؟ یه خاطره برام تعریف کرد. من قبلا به یه کمپ تو انگلیس رفته بودم. اونجا خیلی خسته شدم و لطیفه اومد دنبالم. شب قبلش ماه کامل بود. بهم گفته بود شلوار جین بپوشم تا منو بدزده. امشبم همون حرفا رو زد. پس دارن میان. متین تو رو خدا فرار کن. از اینجا برو. میدونم که باید زودتر میگفتم. متاسفم عزیزم، منو ببخش. فدای سرت. فکر کنم خونه یه که تو لیست اجاره ها بود. آره پلاک 18 بودش. پس من میرم یه نگاهی بندازم.
اینقدر وقت نداریم که قایق باید زودتر از 40 دقیقه برسه اینجا. بگو عجله کنن، خیلی اضطراریه. ازم ناراحت نشو، عصبانی نیستم. الان یه قایق میرسه که ما رو ببره تارابیه. اونجا یه خونه بزرگتر در انتظارمونه که خیلی خوشگل‌تر از اینجاست. اونجا راحت تری. مگه منم میبری؟ امیر بیا اینجا. اون اسلحه منم بده. تو اتاق کوچیک خشاب یدکی هم هست، برو بیارش. پسر مثل گاو نگاه نکن، درا بیافت. دوتاتون میمونین اینجا، دوتای دیگر هم بفرست بالا. باشه؟ به چشم. را بیافت. بیان که منتظرم. خب اینجا که دیگه خونه ای نیست، بهتره بریم جاهای دیگه جزیره رو بگردیم. راست میگه، زودتر بریم، اینقدر وقت تلف نکنیم. مسیر خیلی پرت شد. اگه منم جای اون بودم یه همچین جای پرت و بینام و نشونی میبردمش. داداش از اون مسیر اصلی از پشت تپم یه نگاه بندازی؟ باشه. راست میگه، بریم. خیلی مراقب باشین، افرادتم که دارم میان. نه خودشه، همون جایی که دنبالش بوده. داداش من برم یه سر و گوشی آب بدم بیا. باشه ما منتظریم. برو جلوی در به جای امیر. به اونم بگو بره به محوطه جلویی سر بزنه. چشم قربان. اگه لطیفه بیاد به اونم شلیک میکنی؟ التماس میکنم به افرادت بگو شلیک نکنن، کسی صدمه نبینه. قبل از اومدن اونا میریم. منو نبر، ولم کن، خواهش میکنم. تو رو لو نمیدم. نمیشه. چرا به من اعتماد نداری؟ خودم بهت گفتم دارن میان. واسه همینم میخوام تو رو با خودم ببرم. چی شد دختر؟ سردت شد؟ آره رئیس، دردم شد. این نمر کجا مونده؟ داره میاد. حتما اینجاست. جلوی در 4 نفر مسلح هست، تیپاشونم مشکوکه. خب پس چند نفر تو هستن؟ اونو دیگه نمیدونم، نگاه کردم ولی نتونستم ببینم. چی کار کنیم رئیس؟ منتظر بمونیم؟ چرا از من میپرسی دختر؟ عملیات مال عمره. چی کار کنیم دادم؟ حمله کنیم یا صبر کنیم تا کمک برسه؟ استغفرالله داداش، استغفرالله. الان اومدن ما رو به اینجا همه دیدن. اگه به گوش این یارو برسه دختره رو از اینجا میبرن، دیگه هم نمیتونی پیداش کنی. پس دیگه صبر نکنیم. به نظرم ستایی این کارو تموم میکنیم. اگه جلیقه ضد گلوله داشتیم خوب میشد.
خدایا خواهش میکنم نیلوفر رو صحیح و سالم برسون. خواهش میکنم صدمه ای نبینه، عمرم چیزیش نشه. هر دوشون سالم برگردن، کسی چیزیش نشه. کسی چیزیش نشه. کسی چیزیش نشه. به خاطر متین نمیتونم جونمو به خطر بندازم. دقیقاً. مگه جونم از سر راه گیر آوردم؟ بریم یالا رابی. طوری که نفهمه فرار کنیم. بذار هر کاری میخوام بکنم. آره ولش کن، بریم. من دیوونه بمونم. اومدن قربان. حواستون رو جمع کنیم. هر کی نزدیک خونه شد شلیک کنیم. لطیفه چی؟ اگه لطیفه هم اینجا باشه چی؟ فاته لطفاً یه چیزی بگو. خواهرمو که نمیکشی مگه نه؟ بگو کسی رو نکشن، خواهش میکنم. لطیفه! آروم باش، آروم باش، آروم باش، آروم باش. بشین اینجا، بشین اینجا، بشین. کسی صدمه نمیبینه. حله؟ ببین الان دوتایی دست تو دست هم میریم بیرون و تا میتونیم میدویم. باشه؟ نه ترس دیگه. دیر پیدات کردم ولی آسون از دستت نمیدم. پلیس! اسلحه‌تو بنداز و تسلیم شو. عمر بخواب رو زمین. داری میری؟ آره. مگه قرار نبود دوتایی بریم؟ قرار بود با هم. درست قرار بود ولی دیگه خیلی خطرناکه. شاید منم نتونم فرار کنم. هرچی قسمت باشه. ولی اگه نجات پیدا کنم میام و تو رو پیدا میکنم. برو زیر. برو. دارن میان که تو رو نجات بدن. کسی به تو صدمه نمیزنه. باشه نترس. نترس. فاته
غلطه.